دوستان سلام. تایم جکی اسپای و همونجوری که نگاه میکنید تایم پایین رد کردن، ماشین تایم رد کرده، ولی این خار رو که میبینیم اینجا، این خار میاد روبروی این زایده قرار میگیره. خب بالانسر پایین هم نگاه بکنیم، زایده روبروی پوسته که نگاه بکنیم شیار اینجا قرار میگیره. بعدش این بالانسر بالایی هم نگاه بکنیم روبروی شاخص داره با این میسته قرار میگیره. توی تایم میلسکوپ هم اگر نگاه بکنیم دو تا زائده روی چرخنده است که بالا قرار میگیره و روبروی زائده است که روی پوسته میفته. اگه نگاه بکنیم شیاری که روی چرخنده است با رنگ سبز مشخص شده روبروی زائده قرار میگیره. این سمت هم همینطور. پس تایم